خب سلام بچه ها، فکر کنم ضبط شروع شده. امیدوارم خوب باشین. من پیمانم و من یه دوره مریضی طولانی داشتم، بر همین صدام ممکنه گرفته باشه و ممکنه سرفه کنم. پس میریم به ویدیو جدید که به نظرم خیلی چیز مهمیه که من باید درستش میکردم. داستان از چه قراره؟ داستان از اینه که خب من یه پستی نوشته بودم، فکر کنم یه سال پیش، 2 سال پیش کی بود، در مورد اینکه عروسک لولیتا که شایعش میچرخه در مورد دارک وب هم هست، این دروغه. و خب تو پستم نشون داده بودم، اول یه سری استدلال کردم که بفهمین دروغه. بعدم خب یه سری عکس‌ها رو نشون دادم که اینا جعلی ان، این عکس‌ها و این عکسایی که تو نت میچرخن اینا همه فتوشاپن و اصلا چیزی وجود خارجی نداره و واقعیت هم همینه. ولی یه نظری گرفتم که باعث شد من این ویدیو رو بسازم و در مورد عروسک لولیتا هم نیست. یه آقایی به اسم فکر کنم کامیار، این آقای کامران گفت که آره، تو این جنایاتی که داشت میگفت که چون دنیا خیلی جنایات دیگه داشته، پس باید مثلا این جنایت ما هم، لولیتا هم میتونه درست باشه. که خب اولین پاسخ اینه که نه، ربطی نداره، لولیتا جدا از اوناست. اگه فکر کنین درسته مدرک بیار. ولی توش رد رومو گفت. من اینجا اشاره کردم که من قبلا هم رد رو خوندم، این شایعه اساسا هیچ حقیقتی نداره و واقعا هم اینجوریه. یعنی یه داستانی که انقدر این دروغ تکرار شده، مثل دقیقاً تعریف باور عامیانه اینه. یعنی تو اگه به این باور داری، فکر کنی او من همه جا شنیدم پس این باید درست باشه. تعریف باور عامیانه که شاید تو گذشتگان به خاطرش احمق بدونی، اینه که انقدر یه باور تکرار میشه که با اینکه دروغ همه باورش میکنن. بعد ردرو هم دقیقاً همینه، یعنی هیچ پایه و اساسی نداره و کاملا هم دروغه. وقتی اینو گفتم، یه اتفاق به نظر من خوب افتاد، چون این کامیار بر من یه ویدیو فرستاد از یه یوتیوبر ایرانی که من باید جوابشو بدم. این ویدیو یه فرقی داره که من باید پاسخ بدم، چون یک بیشرفی به تمام عیار کرده این عوضی تو این ویدیو. ما بهش میرسیم حالا. یعنی اصلا باورم نمیشه از این حجم از بیشرفی از یه انسان که بهش میرسیم. و خب این ویدیو رو ببینید. من میگم من امکاناتی ندارم، دارم با وبکم لپتاپم ضبط میکنم، چیزی هم ندارم، ولی محتوایی که بهتون ارائه میدم محتوا خوبیه و من چرند بهتون نمیگم. این ویدیو رو ببینید و بدونید که رد روم چرنده. و فکر کنم اگه این ویدیو رو ببینید دیگه به داستانهای دارک وب چندان اعتماد نکنید. فقط اینو من تو پرانتز بگم بچا، برای من اگه چیزی هست که خیلی باور میکنین داستان چیزی هست، برای من بفرستین مثل این کامیار، چون من خودم نمیبینم که بخوام به اینا جواب بدم. برای من بفرستین. من اگه وقت داشتم، درسم کم بود، فلان بود، جواب میدم. ولی در حالت عادی شاید جواب ندم تا این مدت طولانی، به خاطر اینکه خیلی درس دارم. حالا بریم سر کار. بریم سر این ویدیو، ببینیم که این آقا چی میگه. این آقا داره در مورد دارک وب حرف میزنه و اینکه آره یه چیزی هست تو دارک وب به اسم رد روم که فکر کنم اکثرتون شنیدین. بذار من اولش اینو بگم که فکر کنم همه بحث‌های دارک وب باید با این شروع شه. ببینید، شما وقتی ادعایی میکنید باید باش مدرک داشته باشید و مدرک داستان یه سری یوتیوبر و یه سری پیج زرد اینستاگرامی نیست. مدرک یعنی صفحه جنایی یک روزنامه حرفه‌ای. بذار یه جور دیگه بهتون بگم. کلی روزنامه‌نگار هستن، روزنامه‌نگار جنایی، که دارن حقوق میگیرن و شغلشون اینه و کارشون اینه که در مورد جنایات بنویسن و اصلا خیلی از افشاگری ها رو اونا کردن. شما نمیخواید بگین که کل روزنامه‌نگاران جهان، کل روزنامه ها، کل خبرنگاران جنایی جهان در مورد این ماجرا نمیدونن، بعد این پلشتای مثلا یوتیوبی میدونن و اینو اومدن با جزئیات دارن تعریف میکنن. مثلا اینستاگرام همشون میدونن. به هر وقت دیدین این یه سری حرفا هست تو اینستاگرام همه میدونن، توی نمیدونم یوتیوب همه دارن تعریف میکنن. یه سری جوون که مثلا کارشون اینه که مثلا کار اینا سرگرمیه، ولی خبرنگاران نمیدونن، روزنامه ها ننوشتن، مثلا خبرنگار جنایی روزنامه گاردین ننوشتن و این پلش مثلا میدونه. ببین، با شک کنین دیگه، با شک کنین که این داستان، این دروغه. این دقیقاً باور عامیانه است که مردم عامی داستانی بین خودشون چرخیده باور کردن. حالا من میرم توش و در موردش حرف میزنیم. ببینیم که این ویدیو چی میگه. من اون تیکایی که مهم نیست رو میذارم جلو، از اونجا که مهمه شروع میکنم. ببینیم چی میشه. تور فیرین شما فقط اینجا داره در مورد تور حرف میزنه که تور یه نرم افزاری که باش احتمال شنیدین دیگه اگه این ویدیو میبینین، که باش میرن دارک وب و اینجور چیزا. با این لینک میتونید وارد این سایت بشید. قبل از اینکه بریم تور نصب کنیم، یه چیزی رو من اینجا بگم بهتون. تور یه نرم افزار مرورگره، مثل فایرفاکس، مثل گوگل کروم. خیلی قبل از اینکه وارد به تور بشن، تور براوزر بشن، میان وی پی ان میزنن. ولی خب من یه چیزی بهتون بگم،
تور براوزر میاد آی پی شما رو تو 4 تا لایه امنیتی قایم میکنه و 4 تا لایه امنیتی میاد شما رو وارد این وبسایت ها میکنه. پس یعنی اونجوری که خود شرکتش میگه شما اصلا نیازی به VPN یا چیزای دیگه ندارید، چرا که شما اون VPNی که استفاده میکنید احتمال داره همون VPN شما رو به خطر بندازه. خب این حرف که داره میزنه نادرسته. احساس میکنم نمیدونه که چرا اصلا VPN میزنن روی تور اینا. من شما وقتی میرین وارد تور میشین، اون خدمات دهنده اینترنتتون میتونه بفهمه که شما رفتین تو تور. نمیتونه بفهمه چه سایتی رفتینا باهاش. میتونه ولی بفهمه شما به شبکه تور وصل شدین. مثلا همونجوری که شما وقتی میرین گوگل، خدمات دهنده اینترنتتون میتونه بفهمه شما رفتین گوگل، میفهمه. نمیدونه دارین توش چیکار میکنین، چون HTTPS شدن سایت‌ها. قبلا که HTTP بودن حتی میتونستن بفهمن توش دارین چی سرچ میکنین. ولی داستان اینه، باز چی VPN میزنن که از خدمات دهنده اینترنتشون پنهان کنن که حتی دارن تو تور میرن. این دارن پنهان میکنن. خب بریم جلو. به هیچ عنوان فول اسکرینش نکنید. بزرگترین باگ تور براوزر فول اسکرین کردنشه. وقتی فول اسکرین میکنید خیلی باگا داره که از طریق اون باگا میتونن به سیستمتون دسترسی پیدا کنن کسایی که یه باگایی از تور براوزر گرفتن. پس فول اسکرین نکنید. چی میگی؟ آخه نمیدونی چرا از خود داستان در میاری؟ یعنی چی فول اسکرین کنی باگ است میان هکت میکنن؟ بچه اساس داری این حرفا میزنی؟ واقعا من سوال از کجا این آوردی؟ آیا از خودت ساختی یا از جایی آوردی؟ از کجا آوردی؟ جدا برام معماست، میخوام بدونم. ببینید این چیزی که داره میگه که ببین اگه این ویدیو رو میدی هنوز پافشاری میکنه که چنین باگی وجود داره، من ازت میخوام از یه سایت معتبر سایبر سکیوریتی برای من لینک چنین باگی بفرستی که مداوم بوده، یعنی از سالها پیش تا اینجا بوده و هنوزم هست که فول اسکرین کنی هکت میکنن. این حرف خنده دار. مثلا این باگو تو میدونی ولی کمپانی تور اینا خودشون نمیدونن، یعنی تو آپدیت هاشون این باگو حل نکردن، تو میدونی اینجا. نه علتش این نیست که میگن چی نکنین، فول اسکرین نکنین. علتش اینه که وقتی شما فول اسکرین میکنین، اون سایتی که میرین میتونه اندازه مانیتور شما رو بفهمه، میفهمه مانیتورتون این اندازه‌ایه. خب این مشکلش چیه؟ مشکل چرا حدی نداره. قضیه اینه که خلاصه بالاخره شما یه نشونه از خودتون گذاشتین دیگه و هدف تور هم اینه که شما کاملا ناشناس باشین. حالا فرض کنین که یکی بخواد شما ردگیری کنه به هر دلیلی. اگه دسترسی آمار بازدیدی سایتی داشته باشه، میتونه فیلتر کنه اندازه مانیتورا رو و به اون مانیتوری که تو شما هستین برسه. خب تعداد آدمایی که آی پی که میان خیلی کمتر میشه، بس ردگیری شما آسان تر میشه. حالا فرض کنید یه نشونه دیگه هم از شما داشته باشه، مثلا سیستم عاملتون فلان ورژنه، خیلی راحت تر میتونه پیداتون کنه و ردگیریتون کنه. و فقط همینه، یعنی اصلا توصیه هم هست، یعنی اصلا چیز مهمی هم نیست. شما که حالا کار خاصی نمی‌کنین که برین اونجا، با خیال راحت تا فول اسکرین کنین. خب توی تور براوزر اولین چیزی که ما بهش نیاز پیدا می‌کنیم موتور جستجوگره. مثل اولین چیزی که ما توی مرورگر عادی بهش نیاز پیدا می‌کنیم مثل گوگل، مثل بینگ، یعنی موتور جستجوگر. کلا از این موتور جستجوگر بیشتر خوشم میاد و بیشتر از این استفاده می‌کنم. موتور جستجوگر زیاد هستن، میتونید با یه سرچ کوچیک خیلی‌هاشو پیدا کنید و اگر اینجا شما هر چیزی که می‌خواید رو سرچ کنید معمولاً بالا میاره و خیلی هم خطرناکه. پس مواظب باشید رو چه لینکی کلیک میکنید و چه سایتی رو باز میکنید. من الان برای مثال میزنم بای گاند. فقط بچه‌ها یادتون نره همونطور که گفتم هیچ موقع فول اسکرینش نکنید. الان ما چند تا سایت رو باز میکنیم. این نگاه کنید، برای که بخواد آی پی شما رو هیدن نگه داره اول ریدایرکتتون میکنه، یعنی اول میبرتون داخل یه هاستی، بعد از یه هاست دیگه انتقالتون میده داخل اون وبسایت. الان این یکی از اون سایت هاست که بچه براتون مثال زدم. خب الان این سایت اومده به قیمت یورو، یعنی به یورو. خب بچه خوبه این سایت آورد بالا که فروش اسلحه هست توی دارک نت و اینا. داستان اینه که چند چیزایی هست تو دارک نت ولی اونجوری که شما فکر کنید نیست. یعنی اینجوری نیست که یه بهشتی بر خلافکارا باشه که همینجوری هم ریختن و تو راحت میری و مثلا چه میدونم دیجی کالا چی سفارش میده بعد میاد. اصلا اینطوری نیست. اولا که بگذاریم که بیشتر اینا چیزن کلاهبرداریان، یعنی تو پول میدی هیچی بهت نمیدن. داستان اینه که به اونم میرسیم. داستان اینه که اصلا خیلی از اینا مال پلیسن. یعنی پلیس میاد یه سایت میزنه فروش اسلحه، تو میاد چیکار میکنی؟ مشخصات بهش میدی، چون اصلا باید تحویل بده دیگه، مشخصات آدرس چیزی میدی فلانی میدی، این راحت میاد تو شناسایی میکنه. من خبر آوردم براتون از دویچه وله، این خبرگزاری آلمانیه ولی به فارسی، یعنی BBC برای انگلیس هست، این برای آلمانه.
اینم یه جوون آلمانی میخواست اسلحه بخره برای کشتار جمعی ناکن 18 ساله آلمانی در شهر دارتموند در پی خرید سلاح گرم بود و رفت بخره و پلیس مثل احمقان دیگه نمیدونست، باور کرده بود، فکر کرده بود دارتموند اینجوری می سفارش میدی میخری، با اینکه نه، این سایت مال پلیسن. پلیس اینجا میسازه، تو سرچ میکنی میاری بالا میخری ازشون و همه مشخصات پلیس میدی. یعنی چی از این بر پلیس راحت تر. یه چیزیه که شما فکر میکنین که بقیه سایتایی که هستن اونا دیگه واقعی نه پلیس نباشه، که اونم درست نیست. اینا اکثرشون کلاهبرداری ان. یعنی اینجا من از روزنامه واشنگتن پست براتون مطلب آوردم که از یک متخصص کریپتو اینا، رمزارز و اینا، کسایی که توی کار امنیت و فلان هستن، این تحقیقاتش کرده. این نتیجه تحقیقاتش گفته که احتمالاً تقریبا نزدیک همه این سایت‌ها کلاهبرداری ان. مثلا سایت درست نداریم. یکم فکر کنین هم متوجه میشید. یعنی ما قبلا سایت‌های معتبری داشتیم توی دارکنت، مثلا راه ابریشم که پلیس هم گرفتتش و بعد از اون دیگه اصلا چیز بزرگی بالا نیومد. و این سایت‌ها که می‌بینین خب براش راحت‌تره دیگه، براش راحت‌تره که بگه پولو بده. خب بعد چرا باید چیز بده؟ یعنی تو خر میشی میخری و دیگه چیزی تبدیل نمیده، همش دزدیه. و مثلا یه چیز خنده‌داره که این تو هم اینجا نوشته استخدام قاتل. یکم فکر کنین. الان فرض کنین واقعا یه سایت واقعی استخدام قاتل بود. اولین کسی که تو اون سایت سفارش میاد پلیس بود. پلیس میاد سفارش میده، تومه میذاره، میگه آقا برو اینو بکش، بعد میگیرتش، بعد دهنشو سرویس میکنه. یعنی چی استخدام قاتل؟ یه فکر کنین، اصلا شدنی نیست. بچه این سایت‌هایی وجود نداره. اینا لینک هم براتون گذاشتم دیگه که اکثر این سایت‌ها کلاهبرداریه. حالا من آخرین چیزام بهتون نشون میدم که بهتون بگم که این ویدیو در مورد رد روم که بهش میرسیم. ولی من میخوام بگم حتی نه تنها افسانه‌های دارک وب دروغن، بلکه حتی این که میگن دارک وب یه جایی که دیگه اصلا بهشت خلافکارا که دیگه هر کاری راحت دارن توش میکنن و فقط هم اونجاست و تمرکزش، این هم حتی دروغه. نگاه تو تلگرام حتی بیشتر شاید خلاف بشه تا اون شبکه تور. این من یه خبر دیگه از همین دویچه وله آوردم، کوچ تبرکار اینترنتی به پیامرسان تلگرام، و اینجا گفته که آره مثلا قبلا در دارکنت بود، الان تلگرام راحت تره. به کلا خلافکار میخواد کار خلاف کنه دیگه. تلگرام این جایی که میتونه پنهان باشه، هویتش پنهان باشه، میاد اونجا کار میکنه. تنها چالشش تو تلگرام اینه که اگه خود تلگرام بفهمه مثلا اون کانالی که زده یا اکانتی که زده پاک میکنه. دارکنت چه مشکل نداره. این حتی اینم بزرگ من نمیگم نیستا، دارکنت پر پورنوگرافی کودکان هست، فروش اسلحه اینا. مثلا سایت سیکل رودی بوده، راه ابریشمی بوده که خیلی معروف بوده توی فروش چیزای غیر قانونی، مثل بازار سیاه بوده. ولی حتی این که میگم هستم، حتی اینم برای شما بزرگنمایی شده. یعنی اون چیزی که شما فکر کنید نیست. حالا از اینا بگذریم، بریم جلوتر که برسیم به سر داستان است. یکی از مهمترین سایت ها داخل دارک وب که خیلی هم سر صدا کرد، سایت رد رومه. رد روم یه چت رومه، یعنی میشه گفت یه لایو استریمه، مثل لایو استریم عادی که توی توییچ برگزار میشه. توی این لایو استریم شما دو شخص رو میبینید، معمولا یه نفری که داره یه نفر دیگر رو شکنجه میده، و بعد از اینکه وارد این وبسایت میشید میتونید هر دستوری به اون شخص جلاد بدید. مثلا بهش میگید گوشای اون فردی که دست و پاشو بسته رو ببره، یا اینکه نمیدونم دماغشو ببره، چششو از کاسه در بیاره. یعنی این کارهای وحشتناک. کنترل که نمیندازه دیگه، همچی بگو. بذار من به توضیح بدم. این رد روم که کلا تخیلی، یعنی چه چیزی وجود خارجی نداره، داستانه. یه آدمایی مثل این که حالا میرسیم به بی‌شرفی این چه حرف چی گفته که من اینجور عصبانی اومدم ویدیو بسازم. یه سری بی‌شرفا مثل این میان چه این داستانه، و به خاطر اینکه فالوور بگیرن، به خاطر اینکه شما رو خر کنن که بیان ببینید یه پول به اینا برسه، چه این حرفایی میزنن. حالا ببینید، شما لایو استریم احتمالاً تو وب واقعی دیدین. اینی که شما همین الان دارین تو یوتیوب می‌بینین استریم خیلی ساده است. لایو استریم چالش داره کلا. شما اگه لایو استریم دیده باشین احتمالاً فهمیدید کیفیت کمتره تو لایو. چرا؟ چون پرچالشه، یا که همون کیفیت کم پر از لگم هست. مثلا همین وقتی توی با خانواده‌تون شاید با گوشی با واتساپ و اینا لایو حرف زده باشین که ویدیو همدیگه رو ببینین و فلان، شما دیدین دیگه هم کیفیت ویدیو پایینه، همون کیفیت پایین ویدیو در اصل اون ویدیو که به شما میرسه کیفیتش از اونم پایین‌تره، با هوش مصنوعی بهترش میکنه.
و مثلا خرجای میلیاردی شده سر لایو استریم که چطور ما میتونیم لایو استریم‌های سریع و با کیفیت بسازیم. یعنی اینقدر مبحث سختیه. حالا داستان چیه؟ این همین وب واقعی که اینقدر سرعت توش بالاست. لایو استریم ما چجوری میتونیم برگزار کنیم؟ شما اگه برین چی ببینین، درس شبکه رو اگه رشته‌تون کامپیوتر باشه درس شبکه میگذرونین. از اولین چیزایی که بهتون یاد میدن 2 تا پروتکل TCP و UDP. TCP چه پروتکلیه؟ پروتکلی هست که شما توی اکثر وب عادی میرین، مثلا یه سایت باز میکنین با پروتکل TCP میگیرید. پروتکل TCP خیلی پروتکل دقیقیه و همه چی بدون اشکال میره بالا، ولی کنده. مشکل ما این که کنده. برای استریم و لایو استریم ما از پروتکل UDP استفاده میکنیم. پروتکل UDP چیه؟ دقتش کمه، سه مشکلات داره، خیلی از بستا ممکنه گم شن، ولی پرسرعته. برای اینکه ما توی لایو و اینا اونچنان دقت برام مهم نیست. یعنی اگه یه خش کوچولو بیفته تو لایو، اعصابتون کمتر از این خورد میشه که هی اصلا نیاد بالا، میفهمین؟ هی پشت سر هم لگ بندازه. زنده که اصلا اگه لگش زیاد باشه اصلا زنده نمیتونیم ببینیم. و برای این ما از UDP استفاده میکنیم. حالا اینجا هم هست، من یه ویدیو فارسی گیر آوردم UDP و TCP چیه که اینجا هم توضیح میده. UDP و شما میتونید، ویدیو خوبیه، واقعا خوب توضیح داده. اصلا چجوری UDP ببینین بفهمین که چیه. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که این وب ما بسیار پرسرعته و UDP داره و ما باز اینقدر پرچالشه برامون لایو. شبکه تور سرعتش بسیار کنده، امیدوارم بتونم بهتون نشون بدم. سرعتش بسیار کنتره و UDP رو ساپورت نمیکنه. اصلا UDP نداره. یعنی چی؟ یعنی اصلا از نظر تکنیکی نمیشه لایو گذاشت. بعد این آدم میان چه این چرندیاتی میگن. یعنی شما اصلا از نظر تکنیکی نمیتونین لایو برگزار کنین در در حالت عملی نمیتونین تو تور لایو برگزار کنین. من میگم عملی، چرا؟ چون باز من میخوام خیلی واژه‌ام دقیق باشه. نگاه کن. میدونی من چرا میگم در عمل نمیشه؟ چون در تئوری میتونی بگی آره، مثلا اگه از من بپرسن آیا میشه با لاک پشت از شیراز رفت مشهد، من میگم تئوری میشه. میتونیم مثلا 3 سال وقت بذاری، روزی فلان قد سانت بری جلو، یه جوری هم زندگی رو بگذارن، بعد از 3 سال میرسی مشهد. ولی در عمل نمیشه. دیوونه این کار نمیکنه و واقعا نمیشه. تو خیالات میشه. اینم همجوریه. آره، تو میتونی یه لایو بذاری که فقط ویدیوش 1 پیکسل باشه، یعنی فقط مثلا یه صفحه یه رنگی، مثلا قرمز سیاه سفید 1 پیکسل، میفهمی منظورمو؟ آره، این تخیلی میتونیم ویدیو لایو بذاریم، ولی ویدیویی که در عمل، یه ویدیوی واقعی که انسان بتونه با چشم 2 تا انسان تشخیص بده توش، فلان، نمیشه. از تکنیکی نمیشه، امکان پذیر نیست. اصلا کل حرفا اینا چرنده. ولی حالا من از روزنامه سان اینجا آوردم. اینم دقیقاً در مورد رد رومه که گفته که رد روم افسانه است. یه روزنامه سانه و گفته که میگه که اول میگه نه تنها هیچ مدرکی برای رد روم نیست، هیچ شواهدی نیست برای همه این داستانه. حتی اگه مثلا چیزی هم بود، واقعا سوالی که اصلا اینا چطور میتونن چنین کاری بکنن؟ چرا؟ چون اصلا شبکه تور لایو استریم رو ساپورت نمیکنه. اصلا نمیتونی تو لایو استریم بذاری تو شبکه تور. من همین رو میگم که بفهمید اینا که سری داستان افسانه دارن تعریف میکنن براتون. و چرندیات. حالا بریم جلوتر چی میگه. من یه بار خودم وارد شدم، ولی خب من خودش یه بار وارد شده. خودش یه بار به رد روم وارد شد. من بلیطو خودم نخریدم، یکی از شما خریده بود، من تونستم از طریق اون بلیط خریده بود وارد بشم. وارد شدم و اون چیزایی که دیدم و اصلا باور نمی‌کردم. یه اتفاقایی رو داشتن به سر یه زن حامله می‌آوردن و واقعا وحشتناک بود و اصلا دلتون نمیخواد اون صحنه‌ها رو ببینید. توی چتروم ازش می‌خواستن که یه کارهای وحشتناک بکنه، یه جاهایی رو حالا زخم بزنه که اصلا اسمشو نمیارم. هر درخواستی که اون شخصی که پول داده، بلیط خریده، اومده وارد اونجا شده، دونیت کرده، میاد میگه آقا من این کارو میخوام برای انجام بدی و اون شخص هم سریع اون بلافاصله اون کار براش انجام میده بدون کوچکترین درنگ یا ترسی. حالا بخواد یه قسمتی از اعضای بدنشو ببره یا هر کاری که اصلا فکرشو بکنید. مرتی که الدنگ، چه مرگت دروغ میگی؟ چته؟
چه چرندیاتی می اینجا به بچه مردم میگی من اونجا بودم زن حامله رو گرفتن نمیدونم چه مزخرفاتی داری میگی اینجا. چه حرف احمقا. بخواد دو تا فالوور میاد چنین بی‌شرفانه چنین دروغی رو میگی که چی الان چی نصیبت شد؟ مریضی مگه؟ این من از وقتی پست لولیتا رو نوشتم بعضی به من پیام میدن میگم مثلا ما تا یه هفته نمیتونستیم شب بخوابیم کابوس میدیدیم. به خاطر بی‌شرفای مثل تو، به خاطر اولیای مثل تو که بعد 2 تا فالوور میگه من اونجا بودم و نمیدونم زن حامله یعنی بدترین حالت همون یه باری هم که تو رفته بودی بدترین موردش رو گرفتن. یه زن حامله با بچه که احتمالاً شوهری هم داره دیگه زن حامله است مثلا از شوهرش دزدیدن اینو بعد آوردن اونجا پلیس هم که هیچ کار نمیتونه بکنه زن بیگناه اونجا شکنجه میکردن با بچهش به قتل رسوندن. همون یه باری هم که تو رفتی همین اتفاق افتاد. مریضی مگه مرتی که عوض این چرندیاتی داری میگی اینجا گن بزنم بهت آخه باز 2 تا فالوور آخه باورم نمیشه. من ویدیو از بقیه دیدم ولی اونا چنین چرندیاتی نمیگفتن. من گفتم که نه حالا اونا شاید یه دروغی رو باور کردن دارن ویدیو میسازن. ولی دیگه اصلا بی‌شرفی تو که اینجا واضحه با این دروغی که داری میگی. مسئله اینه که من واقعا به بقیه هم شک کردم نکنه بقیه این یوتیوبرها میدونن که این داستان دروغو دارن اینجوری میگن. حالا صبر کن من فقط اینو بیارم. این همون روزنامه واشنگتن پسته که در مورد دقیقاً این رد روم و اینا نوشته که اینا دروغن. بعد اینجا رفته با یک روزنامه‌نگار استرالیایی که تخصصش مجرم شناسی دارک وبه. یعنی شغل کار طرف یه روزنامه‌نگاره که جرم‌های دارک وبی رو تحقیق میکنه. ازش پرسید که کلا این تیکه خیلی سیاه دارک وب که میگن اینه میشه کنجار روم اینا چیه؟ میگه پاسخ خیلی ساده است. این چیزای خیلی سیاه نه وجود دارن نه اصلا وجود داشتن. مثلا چنین چیزی وجود نداشتن هیچ وقت. داستانای دارک وبی رو میگه که کلا این چیزن در مورد رد روم این مقاله واشنگتن پست. برای مردی که این خبرنگاری که شغلش این کار است ندیده تا تو عمرش رد روم. بعد توی پلشت رفتی همون بار اول را دیدی که زن حامله دارن شکنجه میکنن. تو پلشت ای خدا خبر متخصص این کار جرم شناسای کل دنیا خبرنگار مجرم شناسی کل دنیا ندیدن. توی اولاغ رفتی دیدی. چقدر تو بیشتر من با این کار دارم آخه چقدر یه آدم میتونه عوضی باشه. بعد همین ببینین این ویدیوشو میبینین همین ویدیوها شکنجه زن حامله در لایو استریم اینو میبینین این عکسی که اینجا گذاشته رو میبینین. من رفتم پینو گرفتم. این تامنیلش فکر کنم بعضی بهش میگن کاور یوتیوب حالا کاور مثلا تامنیل یا کاور اینو ببینین به این دقت کنین. من رفتم پینو گرفتم. این در اصل کار یک هنرمند چیز ترسناکه که تو چند تا فیلم وارزون و فلان اینا هم کار کرده. یه پیرایشگر چیزای ترسناکه میکاپ آرتیسته. بعد تو اینستاگرامش گذاشته همین کارو. اینو ببینید. اینه همین شخصیته که اینجا داریم میبینید. اینجا گذاشته تو اینستاگرامش و اینم ویدیو کانال یوتیوب همین آدمه. من دیدم که اصلا نمیدونم آره اینجا هم که مثلا اینا رو میسازه و همین چیزا. بله کاورت هم که فیکه. عوضی چه یه اسکرین شات نگرفتی دیدی در حال دارن شکنجه میکنن؟ یه اسکرین شاتی چیزی بالاخره یه مدرکی داشته باشی. اینجا چرند میوافی بر بچه مردم خود 2 تا فالوور بی شرف. چرندیا چی داری میگی؟ مریضی به خدا. باورم نمیشه من این دیدم آدم نشسته اینجور داره تو دوربین نگاه میکنه چه چرندی میگه و جلوتر میگه نمیدونم دوستای من برای من بلیطو خریده بودن من رفتم دیدم. مزخرفات چی داری میگی؟ حالا یکم فکر کنین که به همین روایت از این دید فکر کنین که این آدم نه تنها حالا اینجا که بر سند آوردم که دیگه نمیدونم متخصص این کار گفته چه این که چیزی وجود نداره. این همون یه باری که رفته بدترین حالتش پیش اومده. دقیقاً همون یه باری که رفته زن حامله بوده که فلان بوده بسار بوده. یعنی این روشن میکنه که این داستان ساختگیه دیگه. یعنی کلا که هست. ولی حالا بریم جلوتر. یه قسمتی از این تقلبی زیاد داره باشه.
که شطرنجیش میکنم که نبینید. اینجا رفته داره یه سایت مثلا رد روم رو نشون میده. داستان اینه که همه این سایت ها کلا همشون کلاهبرداری ان. داستان اینه که معلومه براتون بیا همین سایت رو بریم، بیا همین سایت رو پیدا کنیم. آقا به همین سادگی اینا میذاریم اینجا تور. بعد این چرندیات هم میگن که تور رفتن خیلی سخت و فلان و مثلا هیچ کاری نداره، این نرم افزار میگیری میری. بعد همونجوری قبلا بهتون گفتم زیاد مهم هم نیست که فول اسکرین بکنین یا نه، ما فول اسکرین میکنیم که شما راحت تر ببینید. من اول میرم توی موتور جستجوی محبوبم توردکس آنیون لینک. اینجا برم لینکش گیر بیارم. بچه‌ها حس میکنین چقدر کنده؟ برای اینکه من اینو بهتون نشون بدم الان بذار من این لینک رو باز کنم ببینم چقدر طول میکشه. ببین چقدر کنده. ببین هنوز این سایت کامل بالا نیومده. خب هنوز این داره لود میشه. صبر کنین. هنوز نیومده بالا. ما تا فردا صبح چی کنیم که این همش لود بشه؟ من فقط برای اینکه سرعت نت خودم بهتون نشون بدم. ببین من سرعت نت هم انقدر بالا هست که میتونم فیلمای 1080 با سرعت 2 ببینم. اینا 1080 ویدیو. من سرعت نت هم انقدر بالا هست میتونم این ویدیو با سرعت 2 ببینم. من تقریبا 4K هم میتونم با سرعت 2 ببینم. انقدر سرعت نت هم بالا هست. و اون انقدر کم میاد بالا. فقط برای اینکه بهتون بفهمونم که چی میشه. من شاید یه سری چیزا اینجا سانسور کنم به خاطر قوانین یوتیوب و اینا، یه وقت بهم گیر ندادم، مثلا تبلیغات زیر و اینا دیدین سانسور شدن، تعجب نکنید. من اینجا میذارم رد روم. بیاد بالا. این سایت رو بزنیم ببینیم این شبیه اونی که هست. دیدین چقدر کند بالا اومد، یه صفحه ساده. خب این شبیه اون چیزی که اون داده نیست، ولی خب ببینید چقدر بچگانه است سایت دیگه. خیلی بک‌گراند مزخرف گذاشته پشت با فونت مزخرف اینجا. ولی خب سایت بعدی رو باز کنیم. خیلی کند میاد بالا واقعا رو اعصابه. خب این شبیه تره نه؟ همینو بریم. آقا من به تو شرط میبندم، من اگه بیام این تا آخر ویدیو اینو دوباره بیام این ریفرش کنم ساعت همینه، چون این هارد کد شده است. این الکیه، یه روز مونده و فلان اینا، چون تقلبیه دیگه، یه چیز نوشتم و اینا. و من چند دقیقه دیگه این ریفرش میکنم ببینید عدد فرق کرده یا نه. حالا ببین اینجا چی نوشته. اسپکتیتور میشه ناظر، بیننده. تو فقط میتونی you can only watch، فقط میتونی نگاه کنی. یه ممبر مونده. کماندر یه ممبر مونده. مستر هیچی نمونه، این پر شده. ماشاءالله خلاف. این کلاهبردارا رو نگاه کن. آقا من بهت قول میدم، من به یاد دادم چجوری بیای دیگه. همینجوری تو بیا هر روزی که میخوای، یه روز بعد، یه هفته بعد، هر موقع که هست، ببین عددا اصلا عوض میشن. این عددا عوض میشن یا نه. این همه نشونه است برای اینکه متوجه بشی که اینا کلاهبرداری. حالا بذار روش کلیک کنیم. میشه رد روم، اینسپکتور میگه اینقدر پولش میشه، اینم آدرس بیت کوینش. بچه متوجه شدین چه اتفاق افتاده؟ ببین این آدرس کی پول داده، گفته توش اینقدر پول بریزین. نمیدونم متوجه شدین یا نه. تو وقتی میری یه چیز بخری از اینترنت چیکار میکنه؟ اون تو رو ریدایرکت میکنه به سامانه‌ای که توش پرداخت میکنی و بعد از اون سامانه پرداخت دوباره برمیگردی به این چیز اصلی که اصلا همین تراکنش رو نوشتن کلی کد پشتشه. یعنی اصلا کار ساده ای نیست که یه چیز تراکنشی بنویسی و فلان. و خب یه سری اتفاقات میفته که تو خرید انجام بدی. این مثل چیه؟ مثل اینکه من یه سایت زدم، یه شماره حساب دادم، گفتم برای اینکه این کارو بکنیم به این شماره حساب اینقدر پول بریزین. خب بعدش چی؟ یعنی من پول ریختم، بعدش چیکار کنم؟ یعنی اصلا یه جا نذاشته که
که من این پول ریختم بهش بگم که آقا من این پول رو ریختم برات. ولی به این چه خنده داره، یعنی انقدر شعور برای مخاطب این قائل نشده که اصلا یه چیز فیک بذاره که آره مثلا نمیدونم اینجا رو تیک بزنین فلان کنین، نمیدونم والتتون یه کاری کنین که مثلا من بفهمم که شما بودین. بعد اینو میبینین اینجا من شرط میبندم این فیکه، یعنی هیچ پروسس این پشتش نمیشه. این صفحه کلا یه صفحه هارد کد شده است، هیچی پشتش نیست. بذاریم ببینیم اسپک المنتس، یه کدش رو ببینیم. هیچی نداره این صفحه. آقا میبینین دیگه این صفحه هیچ کدی نداره، هیچی نداره. اینا فقط صرفا یه عکس. ببین تهش، ببینید چی کامنت کرده. تهش نوشته فاک یو. ببین متوجه میشین کسی که میاد اینجا میتونه کد بخونه و اون پسرم میدونه که اون طرف میتونه کد بخونه. میگه که تو اومدی چک کنی فهمیدی که من کلاهبر دارم. تهش نوشته فاک یو. اگه متوجه بشی اگه از این گول میخوایم این بچه‌ها این فقط یه عکس، این گیفه، این هیچی نیست. بزن من اینجا برم. بذار من اینجا بیارم. بذاریم. با چقدر کنده لامصب حسابم. خب آقا آقا اینم جناب آقا در حالی که تو دیپت داشتن زن حامله رو کشف کرده بودن که دارن شکنجه میکنن. الان ببینین، الان من جاش میمون گذاشتم. بذار اینو بزرگتر کنم که بزرگ بشه. آقا بیا جاش میمون گذاشتم. متوجه شدیم فقط یه گیف. الان فکر کنم این گیفه بذار لود بشه. لود شدی. لود بشه دیگه. حالا این کلا این گیفه. من جای اون اینو گذاشتم که متوجه بشین. خب اینام چرندن. آها بذار الان چند دقیقه گذشته دیگه، نه؟ بذاریم ببینیم. این سایت دومی بود دیگه. ببین 40 دقیقه عوض شده. هنوزم 40 دقیقه مونده. به به. هنوزم 40 دقیقه مونده. حالا من که نشون دادم که این سایت کلاهبرداریه. بذار پاسخ یه چیزا رو بدم که یه ده ممکنه بگم. مثلا ممکن بگن که خب این کلاهبرداری بود، شاید بقیه باشه. ببین اول اینکه ببین من الاف تو نیستم. تو رفتی یه شایعه رو بدون هیچ مدرکی داشته باشی، فقط با شنیدن از سایت‌های زرد اینستاگرامی و 4 تا یوتیوبر دروغ عوضی مثل این آدم، 4 تا کثافت مثل این باور کردی. حالا سختته باور کنی که گول خوردی. من الاف تو نیستم که الان این همه من تک تک من برم بهت نشون بدم که اینا چیزن، به تمام اینا بفهم این همه صفم و اینو بهت نشون بدم. تازه میگی که مثلا شاید یکی بودی که تو پیدا نکردی. این اولیشه. دومیش چیه؟ دومیش اینه که تو وقتی اینو بفهمی، تو وقتی یه ادعایی میکنی تو باید مدرک سند بیاری. تو داری ادعای به این بزرگی میکنی که یه اصلا یه چیز از شغلی هست، اصلا یه تجارتی هست به اسم رد روم که میان نمیدونم میفروشن و فلان میکنن، هر بار میان یه آدم میگیرن و شکنجه میکنن و لایو نشون میدن. و خب این چنین ادعای تو مدرکت کجاست؟ مدرکت نمیدونم رفیقت که بغل دستی به چرند و گفته تو باور کردی فلان بوده. نه تو باید مدرک بیاری. اون سایت کو یا به من نشون بده و بهم ثابت کن که این سایت واقعا این خدماتو میده و بر من بیار که سند مدرکش کجاست. اینا فقط بهتون میگم که چالش باشه براتون، چون سند مدرک پیدا نمیکنین، چون اینا همشون دروغن. و اینکه بذار یه چیز دیگه هم بگم بچه‌ها. ببین میبینین که چقدر ماشاءالله اینجا رد روم هست. شما بذار سفر ببندم دیگه. شما بیاین به این فکر کنین که میگین این تجارت دیگه، نه؟ یعنی چی؟ یعنی که اینا میرن یه سری آدم میدزدن. بالاخره آدمایی که میدزدن از فضا نمیدزدن که، از همین شهر رو اینا میدزدن. بالاخره خانواده یه سری آدمن. یعنی چی؟ یعنی پلیس دست به جیب انجا نشسته. این آدم میدزدن و پلیس هم میگه ای بابا دارک فیلم کاری نمیتونه بکنه. بالاخره اون آدم دزدیده میشه، اون آدم جزء افراد گم شده پلیس قرار میگیره. و اگه پلشتایی مثل این مثلا برن که رد روم زن حامله رو ببینن، پلیس اولین نفر رفته. و دیگه اصلا بگین که به تخیلی بگین که صورت اون فردو میپوشونه. بالاخره سایز بدن، جنس بدن، مدل بدن طرف که معلومه که پلیس نمیتونه بفهمه این همون فرده که دزدیده شده. میفهمین؟ و یعنی الان 10 سال این شایعه هست. یعنی مثلا تا حالا هزاران نفر رو دزدیدن، شکنجه کردن. پلیس کیو دستگیر کرده؟ این همه این هزاران نفری که رفتن شکنجه شدن، این
این همه سایت که تو این کارن این فلانن، یه خبر و یه هویت به من بدین که بگی الان نکنیم مثلا من میگم خفاششم، خفاششم مثلا این قاتل، من اولا که هویت دارم بهتون میدم، یه قاتل ایرانیه پیدا شده، هویت داره، فلان داره. بعد ناکن قتلا رو ببینین، اسم مقتولا رو نوشته، سنشون رو نوشته، فلانشون رو نوشته. یعنی میخوام بگم که توی اگه واقعا چیزای واقعی رو بخونین، جنایت واقعی بخونین، یه سری ایده دارین از چیزایی که میگن اینا. این همه هزاران نفری که تا حالا رفتن شکنجه شدن، یه هویت رو من بدین، هویتشون کجاست؟ از یه سایت خبرگزاری. یعنی پلیس سال یک نفر نتونسته حتی شناسایی کنه، حتی نمیگم که مجرم رو پیدا کنه، شناسایی کنه که آقا این فردی که تو اون ویدیو رفته بود شکنجه شده بود اینه. هم یکم به فکر کنی، از فضا که آدم نمیارن. خب این چرندیات رو باور نکنی. در مورد این آدم هم اگر شاید وارد این وبسایت هم شدم، شاید یه قسمتایی که بشه نشون داد و شاید وارد شدم و بهتون نشون دادم. بیشرف وارد شو، نه وارد شو، من جدا میخوام ببینم، نشون بده، نشون بده میتونی. عوضی تو که اونور رفته بودی، اگه میشه یه قسمتایی که میتونی نشون بدی، چرا یه اسکرین شات نگرفتی از اون، ماتش کنی فلان کنی بعد اینجا بذاری، چون یه چیزایی میشه نشون داد که یه مدرکی داشته باشی اولاق. عوضی بخواد 2 تا فالوور اومدی چه دروغایی میگی و اینجا میگی که دفعه بعد خودت هم میدونی که دروغه که میگی دفعه بعد شاید رفتم بهتون نشون دادم. خب بی شرف، اینو میدونی چرا میگه بچه‌ها که شرطتون کنه هی بیان چک کنین که شاید این یه روزی این ویدیو رو بذاره، که هیچ وقت اون ویدیو رو نمیذاره، که این اصلا وجود خارجی نداره. آدمای عوضی مثل این چقدر تو کثافتی. بنا کن شما در این ویدیو رو دارین میبینین، این آدمو که میشناسین، این آدم اگه این ویدیوشو پاک کرد و یه ویدیو گذاشت و عذرخواهی کرد، یعنی اول گفت که من دروغ گفتم، اون ویدیو پاک شده و عذرخواهی کرد به خاطر این بی‌شرفیش که چنین دروغ کثیفی گفته، اون وقت میتونین آدم انسان حساب کنین. چون من دیدم یه سری قربون صدقش میدن توی کامنت ها، انگار باش رفیقن. منم به شما میگم از این خواب بیدار شین، بدون که این چه آدم کثافتیه، و برای اینکه شما قربون صدقش بدین، برای اینکه گول بخورین که این ویوی بگیره که بتونه یه درآمدی داشته باشه، چه دروغایی که به شما نمیگه. من اسم این آدمو یعنی اسم چی شو حدنو فلان نمیدونم چیه، اینو توی دیسکریپشن ویدیو پایین میذارم، برای اینکه یه نشونه، همین که وقتی اون اسم سرچ میشه این بتونه تو یوتیوب بیاد بالا ویدیو من، کسی بتونه ببینه. همین که شما میتونید بفهمید اگه این ویدیوشو پاک کرد و یه ویدیو گذاشت عذرخواهی کرد، من اون چیزو پاک میکنم، اسمشو از اون پایین حدنو پاک میکنم. اگه اومدین و دیدین که اون هنوز اون پایین هست، یعنی این آدم همچنان بی‌شرف مونده و همچنان ویدیوش نگه داشته و همچنان به این دروغگوییش ادامه داده، یعنی انقدر شرف نداشته که عذرخواهی بکنه. و واقعا دارم میگم اگه همچنان به این آدم، از این آدم حمایت کنید، خودت هم یه بی‌شرفی. یعنی وقتی من دروغگوییشو بهت نشون دادم و نشون دادم که چقدر این بی‌شرفه و تو هم میدونی و باز از این آدم حمایت میکنی، میدونی که به دروغ گفته چون 4 تا فالوور بگیره، خودت هم تو جز اون دسته قرار میگیری. دیگه نمیدونم چی بگم. و تهش هم همین، بدون سند مدرک چیزی قبول نکنین، هر چرندی بهتون گفتم باور نکنین. ببین من واسه ادعام، واسه چیزایی که میخوام بگم، از روزنامه‌های معتبر براتون نقل قول کردم. یعنی دست کم چنین چیزایی داشته باشین که باور کنین. اخبار رو از خبرگزاری ها بگیرین، نه از پلشتای مثل این. و همین. و اینکه تهش همین که اگه چیز دیگه ای هست به من بگین، من که وقت داشتم ویدیو میسازم. همین. و ببخشید واقعا سرفا اینا، بالاخره من مریض بودم و ببخشید که امروز اینقدر عصبی بودم، چون خیلی این بی‌شرفی برای من گنده است که یادم حرفی بزنن که هیچی هم نصیبش نمیشه. آخه بدبخت. من یه زن حامله رو دیدم که اومدن داشتن شکنجه میکردن و فلان، خودش هم میدونه که دروغه. یعنی زخرفت. همین. خداحافظ. و اگه چیزی براتون روشن نیست بگین، بپرسین که من بهتون بگم. اگه از چیز شک دارین هنوز بپرسین که من بهتون بگم. و همین. خداحافظ. امیدوارم که کیفیت صدام خوب باشه، چون خلاصه یه هدست خریدم. فعلا عزت زیاد.